السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و اگر برکاته. سوال داشتم، برادرم 2 سال شد در جنگ اوکراین اشتراک دارد. خودش رفتگی با خواهش خودش و میگوید که پدر و مادرم رو به حج روی میکنم و پولی کار کردگی همون جنگ. این میشود؟ قبول میشود؟ خواهرم پدر و مادرتون برای رفتن برادرتون راضی بودن یا نه؟ نه این خودش رفت. یعنی ما راضی نیستیم گفتند و بریزاگی باز رفت. ها نمیشود با اون پول حج رفتن. و یکمش این است که خواهرها برای یک مسلمان در ارتش دولتی کافر همچون روسیه جنگیدن از طرف اینها تماما حرام است. جانی که ارزشش به آن هیچ چیز برابر نیست، تو میروی و به خاطر پول جانت رو در خطر میگذاری. اون هم همه چیز یک طرف استاد، همراهی روس‌ها میجنگه، یعنی برای دفاع از یک دولتی کافری میجنگی. اون هم دفاع هم نیست، اینجا اشغالگرایی در اشغالگرایی و پولش هم حلال نیست. پدر و مادرتان تقوا کنند و قبول نکنند. گفتم هیچ کاری گوش نکرد. الله هدایت کند، اما در پدر و مادرتان بهترش نکنند، بهترش قبول نکنند این هدیه رو. پولی که از این راه آمده است با آن این عبادتی الله رو ناالایانند. سوال دیم، وقتی حیض سر رو کرسکه کردن یکم مشکل ندارد خواهرم، به حیض کرسکه کردن هیچ رابطه نداره. یکم با که نیست آب رو میگذراند کرسکه، هیچ چیز نیست.